یکی از دوستان روانشناسم میگفت بچه‌ها وقتی اشتباهی میکنند در ابتدا بیش از هر چیزی و بیش از نصیحت شما به امنیت احتیاج دارند. مغز کودک در ترس یاد نمیگیرد. با ترس فقط دنبال فرار است. اما وقتی بداند بدون قضاوت میتواند پیش شما بیاید و آغوش شما امن است و شما داد و بیدادی سرش نمی کنید، در آرامش می تواند با شما صحبت کند و مسئولیت اشتباهش را بپذیرد. تربیت یعنی ساختن جایی که کودک جرأت گفتن من اشتباه کردم را داشته باشد و چیزی را از ترس از شما پنهان نکند.